هر وقتی که به جایی که سفر میکنم یا از خانه میگردم یا به جایی که میروم، من پیش از همه دعای مادرم رو میگیرم. به دعای مادرم من قدم نمی‌نهم. پروازی نکو بینگر از بالا پرد مادر. مادری من 90 ساله هم 90 ساله هم اما دختره که یاشن ولی دختر یاشن چشمات یاد بخلا نمونه یا تو زندگی و من علم نمونه آی دل من در سر را نمونه آی دل من بگیر سر را تا کورت کنه یا نبینه پیش پوتا یک تای دیگه شد. یارم رفته دلم نداره قرار ای تکرم دیوال میگه دختری به طوری قرار به طوری کشیده به لودیه دختر بیا مرا یار بگی سبقت مرا سر دیوال بگی امشب مرا جا دیگه میطلبم تا مردم نخطر دار بگی با فکرم همین رو باید داره دادم بخطه گفتگه یا مادر سبزگل قربان هنرپیشه شایسته جمهوری است. این فرشته ترانه سرا یک مدت شد شهرنشین است مادر در خانه دختر. آچه جان جان آچه آرامی جانم آچه زیبیز خانم آچه شیرین زبانم آچه زیبکی خانم آچه زیبک خانم آچه شیرین زبانم آچه خان کمپیر در جانم زنیه شیرین زبانی آچه. وقتی که زمستان می شود من مادر ما گرفته به خانه میارم تا که تمام زمستان با همراه من باشد. بعد که گرمی که شد مادر ما گرفته به خانه میبره. من 10 فرزند کردم، همشون خواننده، همشون تبادل، همشون علم دارن، همشون کارگر. چند نبیره داره؟ 3 تا. 3 تا خوب کن 4 تا 4 تا اگه جا نبیره داری کمپیر. آقا 4 تا لارو خونه ابیره 4 تا 3 تا نبیره داری. 3 تا خیلی 3 تا نگه نگه 3 تا شبر من 1 کیلو بود گویا اوتره مگرم در شب خواب بود بگی پدرشم پری مرده که خوب بود گفت را ارتش کشه برد متکل مامان دختر و خیمی تو که همه دوری قزق دوری بره بکا گفت. به قول مادر با رضایت پدر ارتیست کرد، یعنی هنرمند شد دختر. جهان گشته شد، عالم و آدم دید از پشت هنر و خاصه در اجرای آبرزهای گوناگون زن مادر. من بسیاری مادرایی که بازی میکنن در صحنه از مادر خودم آموختم چخیل زندگی کردن رو، چخیل مهربان به فرزند بودن رو. همه که چخیل که مادر ما رو تربیه کرد، چخیل به بویه رساند، خانه دار کرد، همینا رو من همشه در صحنه از مادرم آموختم. وقتی که مادر بازی میکنم پیش از همه سیمای مادرم نزدی من میآید. سختگیرم بودن مادر. اگر سختگیر نمیشدن ما 10 فرزند به این درجه نمیرسیدیم. سیمای همین مادر بود، سختگیری مادر بود، مهربانی پدر و مادرم بود که ما صاحب همین وظیفه شدم و به همین درجه رسیدم. چون روی صحنه به اعتمادش با اعتماد بود، با دعای مادر هنر دختر به طور شایسته نیز قدر گردید. عنوانها را سزاوار شد.
اما هنوزم پیش مادر و برای مادر همون سبزه خوردکک شوخ و بباک ماند. هر وقتی که به گوجوی که سفر میکنم یا از خانه میگردم یا به گوجوی که میروم، من پیش از همه دعای مادرم رو میگیرم. به دعای مادرم من قدم نمیمانم. باور میکنید وقتی که مادرم به خانه میآید من از تمام وظیفه هم فراموش میشود. از مادری، از نبیره داشتنم، از بیبی بودنم، همه همین وظیفه رو فراموش میکنم. فقط در نزد مادرم نشسته فقط صحبت مادر میشوم. همون سبزه پیشتره، همون سبزه دختره که در وقتی که در نزد اوچه میشتم و نوازیش میکرد و سرما میبافت و انا همون سبزه میشوم. مادری من 90 ساله هم 90 ساله هم اما دختره که یاشن حالی دختر یاشن خدا بود همه خیلی 90 سالی که در جانی ما بیند دای ما سایبانی سری ما باشد. در جهان بزرگتر و عزیزتر برای ما نیست جز مادر و این لحظه برای مادران عزیز کشور یک سرودی فرزند این دیار لطفالله دولتزاده. خاکستری غم باشم به خاکی درد مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر. گهواره خوابم کو طفلی هوسم بیدار، گهواره خوابم کو طفلی هوسم بیدار. سر در سری زانویت قربانی سرت مادر، سر در سری زانویت قربانی سرت مادر. از بال و پرت مادر پروازی نکو بینگر، از بال و پرت مادر. سراب نمیگردد نظاره ای روی من، سراب نمیگردد نظاره ای روی من. مهر است برای دل چشمانی ترت مادر، مهر است برای چشمان پرت مادر. گفتی که هر آن سازی یک عمر همان بینی، گفتی که هر آن همان بینی. من صدقه به پیمانی دیندار برد مادر، من صدقه به پیمانی دیندار برد مادر. شاه از لطفی تو فرمانی فرا گیرد، شاه از لطفی تو فرمانی فرا گیرد. یک عمر غلام باشد جانو جگرت مادر، یک عمر غلام باشد جانو جگرت مادر. خاکستری غم باشد به خاکی درت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر، از فیضی دعا گردم نخلی ثمرت مادر. گهواره
رسم بدار سر در سری زانویت قربانی سرت مادر سر در سری زانویت قربانی سرت مادر قربانی سرت